نابرابری لوگاریتمی. اکنون در این درس بعد سوال در درس پیشینه مدل کار کردیم. در این درس نابرابری با یاری لوگاریتم. چه کار میکنیم؟ مثلا در اینجا داشته است لوگاریتم 5 3x minus 1 کلان از 2. این چه کار میکنیم؟ شما میتونید طرف راست رو با یاری اساسی 5 نوشته میتونیم. لوگاریتمی در اساس 5 25 نوشته میتونیم چون این برابر 2 است. وقتی این با این شکل نوشتیم چی میشود؟ کلان از لوگاریتمی در اساس 5 25. وقتی از در اینجا لوگاریتم یکی هستند این برابری این فودو باید با یکدیگر برابر باشند. یعنی 3x minus 1 از 25 باید کلان باشد. البته که این 5 است از یک کلان فونکسی افزون شونده. اگر کم شونده می بود برعکس میشد. و اینو چه کار میکنیم؟ این میشود 3x از 26 کلان و x از 26 تقسیم 3 کلان است. در یک جواب است. بعد باید به خاطر بیاریم که این ایفاده هم 3x minus هم وقت باید از 9 کلان باشد. وقتی که از 9 کلان میشد وقتی که x از 1 تقسیم 3 کلان است. یعنی x از 26 تقسیم 3 کلان و x از 1 تقسیم 3 هم کلان است. کدام جواب رو انتخاب میکنیم؟ کدام جوابی که هر دو نتیجه رو در بر میگیرن. این البته که 26 تقسیم 3. یعنی شما چی داریم؟ در یک جواب x از 1 تقسیم 3 کلان است. خطی تیر کشیم اگر اینجا 1 تقسیم 3 باشد. در اینجا ما میگیم که x از 1 تقسیم 3 کلان است. همه x هایی که از 1 تقسیم 3 کلان است. در اینجا باشد ما چی میگوییم؟ x از 26 تقسیم 3 که 1 تقسیم 3 کلان تر است. 1 تقسیم 3 باشد. اینجا 26 تقسیم 3. در یک تاش ما ایخی میگوییم از 26 تقسیم 3 کلان. در یک تاش میگوییم از 1 تقسیم 3. برای هر دو جواب عمومی برای هر دو نابرابری البته که 26 تقسیم 3 است که هر دو جواب رو در بر میگیرد. باز یک نابرابری برایم در اینجا چی داشته است؟ باز همون فعل 2x minus 3 کلان از x جمع 1 میگوییم. در اینجا در اصل 3 نابرابری است. بعد این ایفاده 2x minus 3 باید از 9 کلان باشد و x جمع 1 هم باید از 9 کلان باشد. یعنی 3 نابرابری داریم. از یکمش چی معلوم میشود؟ x های با یک طرف جمع کنیم و عدد رو به دیگر طرف x از 4 کلان از دویمش x از 3 تقسیم 2 کلان و از سومیش x از مینوس 1 کلان است. و از اینجا با میبینیم که کدام جواب رو انتخاب میکنیم. یعنی در اینجا x از مینوس 1 کلان بسیار x ها هستند. 1.5 1.5 x ها در دویمش این x ها 4 کلان است. در کدام سوای مجموعه هر سه عدد های یخیل هستند؟ در اینجا است. در اینجا همش هسته. چون که در اینجا من مثال 0 داشته باشم در دویمش 0 ندارم در یکمش هم 0 ندارم. یعنی x از 4 کلان همه جواب های یخیل رو که در هر سه نمره است در بر میگیرم. یعنی جوابی آخرانی من x از 4 کلان است.